سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون یعنی پاکو بلک. سلام ستونا، سلام، حالتون چطوره؟ در خدمتتونیم با بازی جذاب پادشاه این دوره از مسابقات همش، یعنی همش بارسلونای عزیزم. پادشاه؟ آره پادشاه آخرین بار که قهرمان شد امسال. آره نتیجه این بازی احساس میکنم مساوی میشه 2-2. بارسلونا غیر پیدری بازیکن اصلیشو نذاشته. آفرین، استراحت داده به اونا. ترشتگن هم آورده بعد 7 ماه. گفته بذار اونم گرم کنه آماده بشه. من میگم داداش 3-1 3-1 2-2 یه دونه اونا شاید بزنن. ترشتگن آماده نیست. 3-1 حاجی تیم ته جدولی سقوط هم کرده. من چون 2-2 گفتم ولش کن، همون 2-2. هی سیاوش حاجی الان زشت نیستش مربی برداشته همه رو استراحت داده گفته بریم با این بدبختا بازی کنین. اونا رو استراحت داده قشنگ شل کنن که اینتر میخواد کونشون بذاره. اینتر هم داشت بازی داره، اینتر هم همه رو گذاشته بیرون. همه رو استراحت داده دیگه. سه شنبه بازی داره. گل آتی پشما چی شد آقا؟ گل داشتم ترشتگن ما با سلطان کجا بودی؟ حاجی پشمام اصلا چی شد رفت تو گل؟ چرا آهنگ لیگ برتر پخش میشه؟ اصلا گلن دکمار رفت رو هم دیگه. داشتم ترشتگن کجا بودی آخه؟ شزنی اومده جاتو گرفته بود. پلش دادید این مرغ پرید نگاه کن نگاه. ریدم دهنه ترشتگن، واقعا تر زدی. یه گلی که گفتم اینا میزنن زدن. مشتی کجا بودی؟ شزنی دست جاتو گرفته بود آخه بابا. شزنی گاییده بود ناموسن. این چیه گذاشته؟ کاپیتانا تیم سقوط کرده سیاوش، یعنی شانس سقوط نیست، سقوط کرده. میدونم سقوط کرده. سقوطش 100% ببره چه بابا. سقوطه. سقوط کرده اومده اینجا بازی میکنه. فکر کنم اومده بارسا هم میبره. یاسی العلی هم قهرمان لیگ نخبگان شد. العلی که پرسپولیس شانسی با یه گل دقیقه 2 و با استقلال مساوی کرد، به زور اومد قهرمان لیگ نخبگان شد. هی آقا مجید همینجوریه. ما نگاه کیفیت چقدر تخمی است. سیاوش گل دوم. سیاوش ترشتگن اونجاسه. راستی بچه‌ها اینم یه توضیح بدم راجع به فوتبال ساحلی. متاسفانه ما داخل ایران زندگی میکنیم و ساعت 3 تا 5 برق ما میره. بازی هم ساعت 4 شروع میشه، نمیتونیم بگیریم. بازی بعدی پس فردا میشه ساعت 8 اونو میگیریم. با پرتغال هم از خیلی هم مهمه. این دوتا بازی هم قشنگ برد. خلاصه که متاسفانه ما ایران زندگی میکنیم دیگه. ساعت 3 تا 5 برقا میره. دقیقا، یعنی تنها چیزی که دقیقاً توش رفتن برق. 3 میشه دقیق میره. دیگه قشنگ دارن واسمون روتینش میکنن. من عادت کردم. ساعت 2:58 دقیقه میشه من کامپیوتر خاموش میکنم. همه چی خاموش میکنم، آماده. میگم میخوام. آماده برق که بره. از گاهی هم نمیره لاشی بازی ها. الان نه چند وقت پیش خاموش میکردم منتظر برق بره. برو دیگه بزن. برقو نمیبریم ما خاموش کردیم. کامپیوتر خاموش کردیم. جون مادر برقو ببر. دمشون میگم جوما رو استراحت میدن. آقا چیکار میکنین؟ بابا برو میرم. ماشاءالله. تهران الان طوفانه. کرج زلزله اومده، برق رفته. کرج واقعا زلزله اومده. بچهای کرجی مواظب باشید. البته من این ویدیو رو صبح می‌خواید ببینید. اگر سلامت و سالم بودید مواظب باشید. ما هم خودمون چسبیده به کرجیم. هر شب استرس چیزا داریم، زلزله داریم. آمادگی زلزله تنها اینه که من شب با شورت بخوابم. این تنها آمادگی میره که اومد فرار کنم بیرون. با شورت فرار کنی؟ با شورت دیگه. با شلوار بخواب. شلوار اصلا نمیتونم. زشت شد. سخت شد. زشت. میگفتم قلبم درد میکنه. چند وقت پیش رفتم نوار قلب دادم. دکتر گفتش نوار قلبت خیلی نرماله، ولی میخوای مطمئن شی برو اکو هم بده، اکوی قلب. امروز رفتم اکوی قلب 2 میلیون تومان من پول گرفت. واسه اکو. چیکار که اکو دیگه 2 میلیون. آره 2 میلیون از من پول گرفت. 5 دقیقه هم نشد اکو رو گرفت. گفت قلبت خیلی عالی میزنه، پاشو برو. 2 میلیون من خرج کردم، یعنی چیزی نیست. 2 میلیون. الان یه چیزی از تو این در بیار. من 2 میلیون پول دادم. قبل من بیان 2 ساعت تو صف بودم، هر کی میرفت نیم ساعت طول میکشیدم متخصص قلب بیاد بیرون. واسه من 5 دقیقه نشد. اکو گرفت گفت قلب عالی میزنه، پاشو برو. گفتم آقای دکتر 2 میلیون یه چی بعد در بیاد از من.
راضی نیستم 2 میلیون هیچ نبود. خدا رو شکر نداره هیچ نبود. خدا رو شکر اینا شوخی میگه، خدا رو شکر هیچ نبود. ولی فشاری که اون 2 میلیون به قلب تو آورد الان اکو بگیری یه چیزی هست. الان میگم این چیزی هست. باری کلا گله. فلیک هم تیم دومو میفرسته تو زمین، میبینه میرینن، سریع عوض میکنه، بازی رو در میارن. تو همون به نظرم میاد باید چیکار کنه؟ همون اول بیاره یکم بازی کنن، بازی رو در بیارن، بعد برن بیرون، بعد تعویض کنه ببرشون بیرون. ترشتگن الان شزدی چه عشقی میکنه نامودا. شزدی نشست الان. جان ترشتگن کجا بودی لاشی؟ منو گاهیدم. 7 ماه من گاهیده شدم. گاهیدم عباس چمنزه. واقعا نگاه کی کجا برد بالا. بیا علی VPN تو خاموش کن، چاقال چیزتو خاموش کن. نت تو شارژر هم به فشار میندازی الکی. آها الان بزن شارژ. بزن شارژ. گوشی تخمه خاموش کن بزن شارژ. 2 میلیون چیه آجی؟ نوت 8 پرو. اوه پش 900 8 پرو. پروه. خدا وکیلی شارژر من گوشت گرونتره. برداشتی زدی بهمون. فخر چی میفروشی؟ 120 تو با شارژرت میتونی زنگ بزنی؟ با گوشی میزنم دیگه. پس منم با گوشی میزنم. 3 ساعت شارژ شه من 10 دقیقه میزنم. شارژرم گرونتره بشه دردت میخوره. 10 دقیقه گوشیم شارژ میشه. باهاش میتونی زنگ بزنی؟ نه. اینستا میچرخی؟ نه. 10 دقیقه گوشیم شارژ میشه. خب گوشیت فست شارژه. اصلا یعنی فست شارژ بزنم یه شارژر شارژ میشه مگه؟ گوشی من که داره شارژ میشه. 10 دقیقه؟ نیم ساعت. یا 120 وات کیری. برای منم 25 واته. بازی بارسا مگه نیست؟ نشتی. بازی بارسلوناه. این رئال پوشیده گوزو. من کیتام بپوشم. چه لباس نپوشیدی؟ یادم رفته بود. ببین زن نگیرید، زن بگیرید اینا بدبخت فکر رو ذکرش اصلا معلومه کجا بوده. اومده با همین تیشرتش هست اینجا. خلاصه درس این ویدیو زن نگیرید. ها؟ برو لباس بپوش. بنده خدا از صبح رفته خرید و زن رو به چرخون و بیار و تهش هم فشار یارو لباس یادش رفته. این ویدیو درس اخلاقی داشت. سیاهاش بیغم هم دیگه میره تو غم. این شدی میگم بارسا چرا نمیتونه بازی کنه؟ الان میزنه گلا. تموم شد. آستینا رو بدم بالا. سیاهاش درس اخلاقی این ویدیو چی بود؟ زن نگیرید. نه آقا زن بگیرید، زن خوب بگیرید. انشالله که خوشبخت بشید مثل من. ایشالله. فاتی جو وو ماشاءالله گلر. بیشرف اون چی بود گرفت جونم پسر. به ترشتگن نشون داد گلر باید چیکار بکنه. اوه شکست. مستش شکستیم بدبخت. آقا مشی شما که سقوط کردید. سقوطتون قطعیه. یا معلومات بزنید هم دست و پاچو بشکنید. عشق فوتبال باید جوان مردانه باشه. همینجوری لاشی رو نگاه. یاش بره یارو تمرین کنه دست و پاشو صفر کنه. آقا دست و پاش هر چقدر صفر باشه آدمه دیگه. بزنی زیر لنگش میشه. فوتبال داشت تنیس که نیست. فوتبال میزنن. وای راموس اینجا بود. این کونیا جلو راموس بازی نکرده. من به خودشون میگم فوتبالیست خدا شاهده. اب مسی به برس جلو راموس و پپه خیلی بازی کرده. اما بپرس بازی چجوریه. این پدری هم بزنید. نخور دیگه تو هم بزنید. فصل تموم شد سیاوش تیکن بازی کنیم. تیکن چرا؟ چون من تیکن بلدم. من تیکن اصلا با تو نمیتونم بازی کنم داداش. چرا؟ چون تو از اونایی که تو مخی نه تو خیلی خوب بازی می‌کنی. دست پایین زب در اینقدر یه فن نمیزنی. باریکلا خدا شاهده. آدم گریهش در میاد. بازی نمی‌کنی. تیکن همینه دیگه. تیکن همینه بازی می‌کنیم. تو کامنت ها گفته بودن بچه‌ها. خدا شاهده بازی نمی‌کنم. باید بازی کنیم. ریدی یا ما. بازی نمی‌کنیم. بچه‌ها که می‌خوان تیکن بازی کنیم تو کامنت ها. الکی خودتون رو خسته نکنید. با این نمیشه بازی کرد. بهتون نشون بدم تیکن یعنی چی. قبلا باهاش کمبات بازی کردم. تیکن بازی کردم. کمبات کسچره باشم نمیاد. تیکن فقط. انقدر یه فنو میزنه آدم ریدنش میگیره. یکی هم میشه یه زنه هم همیشه برمی دارم پلنگ میندازه میگاهیدم آجی. بازی میکنیم بچه ها تو کامنت ها. رافینیا رو هم آورد. همه رو آورده داشت. میخوادی بازی قبلی هم همین حرکت زد. خدایی اومدن در آوردن بازی. خب دیگه میخوادی خب همینا رو بازی بده دیگه. اولش بذار وسط نیمه آقا 2 تا زدی افتادی جلو تعویضشون کن.
برعکس حتما باید میزنه. بیفتی عقب. وی گله. باریکلا. از اول بذار اینا رو، بذار استرسمون بریزه دیگه بابا. ماشاءالله. لالیگا هم بدبختن تیمای دیگه شا. لالیگا رئال بارسا، هر از گاهی اتلتیکو مادرید. بقیه تیم‌ها همه فقط میان که امتیاز بدن به این تیم‌ها. میان که فقط باشن، یعنی نباشن دیگه لالیگا وجود نداره. توی دروازه. اینم گل دوم. بازگشت کامل شد به همین سرعت. فرمین لوپز. یعنی کاری که شدی. باید اول بکنی رو آخر نکن. کاری که آخر باید بکنی اول بکن. آره، هر گاهی میخوای بخوری هم اول بخور. الان کشیدی تو زمین افتادی جلو، اونا رو تعویضشون کنن. 20 دقیقه دیگه باید بازی کنن، بمونن بدتر خسته هم بشن. اینتر قراره پارشون کنه. نیست از این خبرم مشتی. باش. بارسلونا قبل از تعویضا تشتک سازی کلکته بود تیمش. آره. اوه پسر تو چقدر قشنگی. اینونه. آقا تو چقدر قشنگی. گل. باریکلا تیرک. پسر چه بازی کردن. حیف شد. خیلی قشنگ. ترشتگن مسئولیت اومده خوبه بازم. ایشالله جلو اینتر هم خود چیزو بذاره، ترشتگن بذاره. حالا ببینم. بابا این بیرون پا کی مد کرد تو شما آخه مشنگا. هر خری داره بیرون پا میزنه. بابا بیرون پا فقط یکی خوب میزد تمام. کواریشما. گل. وای. گل. خدا شاهد گل شد. سناستر نشون بده. از رو خط یارو برگردون. نه. حاجی این گلره عجب گرفت امروز توپا رو. قیافش نمیخوره اصلا توپ گیر باشه. حاجی من گفته بودم 3-1 یه دونه بزنه بارسا، پیش بینیم در اومده. از این بر مجیدم گفته بود 2-2 که اگر یه دونه اونا بزنن در میاد. گل نگاه بزن خودت اسکل. وای تک به تک شدی چرا نزدی؟ اینم ضربه آخر و اگه گل بشه که شده، نشم 2-1 بازی تمومه. هیچ. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. مجید که رفت بیرون، ببینم کجا رفت، بیاد ببینیم. بچه‌ها دمتون گرم، مراقب خودتون و مهربونتون باشین تا ویدیوهای بعدی. فعلا.